دوستان حدای سفسفون قسمت اول و دوم رو توی ویدیوهای قبلی مشاهده کردید. الان میخوایم بریم سراغ حدهای سفسفون قسمت سوم، حد توابع قدر مطلقی. بچه‌ها به این مثال توجه کنید. لیمیت قدر مطلق x تقسیم بر x به سمت صفر میکنه. خب اولین کار اینه که صفر رو جایگذاری کنیم که به صفر رو میرسیم. بچه‌ها در توابع قدر مطلقی اول ما باید در واقع حد چپ و راستش رو حساب کنیم و با توجه به مباحثی که در جلسات قبلی گفته شد بیایم مثالمون رو حل کنیم. خب لیمیت قدر مطلق x تقسیم بر x به سمت صفر میکنه. خب در واقع اول باید بیایم حد چپ و راستش رو حساب کنیم. لیمیت قدر مطلق x تقسیم بر x به سمت صفر بیشتر میکنه و لیمیت قدر مطلق x تقسیم بر x به سمت صفر کمتر میکنه. اگه حد چپ و راست با هم برابر بود، یعنی عدد برابری داشت، پس ما میگیم حد این عبارت وجود داره. ولی اگه عددها مختلف شد، پس میگیم حد این عبارت وجود نداره. خب به سمت صفر بیشتر خود x میاد بیرون، اینجا تقسیم بر x میشه عدد 1 و اینکه صفر کمتر اینجا از داخل قدر مطلق عدد منفی میاد بیرون، تقسیم بر x میشه منفی 1. خب 1 با منفی 1 برابر نیست، پس میگیم حد این عبارت وجود ندارد. حد در واقع توابع قدر مطلقی مثال دوم. لیمیت قدر مطلق x2 به اضافه 3x منهای 4 تقسیم بر x2 منهای x به سمت 1 بیشتر میکنه. خب بچه‌ها بازم توابع قدر مطلق داریم. اولین کار اینه که ما بیایم قدر مطلق رو در واقع تعیین علامت کنیم. میگیم x2 به اضافه 3x منهای 4 رو مساوی 0 قرار میدیم که ریشه ها رو پیدا کنیم. یکی از ریشه ها 1، اون یکی دیگه منفی 4. خب بریم واسه تعیین علامت ریشه. منفی 4 1. خب اینجاها که 0 قرار میگیره و مثبت منفی مثبت. خب بچه‌ها به ازای x هایی که بزرگتر از 1 علامت مثبته، پس عبارت داخل قدر مطلق خودش میاد بیرون. میگیم لیمیت x2 به اضافه 3x منهای 4 تقسیم بر x2 منهای x به سمت 1 بیشتر میکنه. خب بچه الان از مخرج من میتونم از این xش فاکتور بگیرم، بنویسم x منهای 1 و صورتم که خب اتحاد در واقع جمله مشترکه، میشه x منهای 1 در x به اضافه 4. این دوتا با هم دیگه در واقع ساده میشه. اینجا من میتونم بنویسم. خب حالا 1 رو در اینجا اگه جایگذاری کنیم برابر با عدد 5. مثال دیگه از همین حد توابع قدر مطلقی. لیمیت 2 تا x2 منهای 5x به اضافه 3 تقسیم بر رادیکال x2 منهای 2x به اضافه 1 x به سمت 1 کمتر میکنه. خب بچه‌ها برای حل این در واقع ما میایم چیکار میکنیم؟ اول اینکه عبارت رادیکالی رو ما باید به صورت قدر مطلق در بیاریم، یعنی x2 منهای 2x به اضافه 1 میشه رادیکال x منهای 1 به توان 2. درسته؟ اتحاد در واقع مربع دو جمله‌ای هستش که خب رادیکال x منهای 1 به توان 2 در واقع به صورت قدر مطلق x منهای 1 در واقع میتونیم بنویسیم. خب حالا x منهای 1 که x به سمت 1 کمتر میل میکنه، خب 1 کمتر یه عدد منفیه دیگه، درسته؟ پس از داخل قدر مطلق یه عدد منفی میاد بیرون، در واقع منفی x منهای 1 میاد بیرون به خاطر اینکه x به سمت 1 کمتر میل میکنه. خب حالا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم لیمیت 2 تا x2 منهای 5x به اضافه 3 تقسیم بر منفی x منهای 1 x به سمت 1 کمتر میکنیم. x منهای 1 در 2x منهای 3. درست شد که در واقع این عبارت رو بهمون بده تقسیم بر منفی x منهای 1. جا من لیمیت بذارم. خب در واقع این عبارت با این عبارت ساده میشه لیمیت 2 تا x منهای 3 تقسیم بر منفی 1 x به سمت 1 کمتر میکنه. خب 1 رو اگه ما اینجا بذاریم چه منفی 1 تقسیم بر منفی 1 و عددی که به دست